به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما همراهان گرامی. و توی این ویدیو قصد دارم نحوه نصب کامپایلر سی و سی پلاس پلاس رو روی ویندوز های 10 و 11 و نحوه استفاده از این کامپایلر در محیط وی اس کد رو توضیح بدم. برای نصب کامپایلر ابتدا وارد سایت گوگل میشیم و عبارت minji W کامپایلر رو سرچ میکنیم. minji W کامپایلر با سرچش اولین گزینه‌ای که میاد رو کلیک میکنیم و اینجا خودش در واقع اون سیستم عامل ما رو که ویندوز هست شناسایی میکنه و قسمت دانلودش رو که بزنیم فایلی برای ما دانلود میشه که من این فایل رو قبلا دانلود کردم که توی دانلودها این فایل هست که حالا خیلی هم فایل حجیمی نیست. این فایل در واقع منیجر نصبمون هست، خود فایل نصبیمون نیست. این فایل رو من اجرا میکنم و دیگه با سایت کاری نداریم. من فایل رو اجرا میکنم و در واقع پنجره‌ای که در اختیارمون هست این پنجره هست. اینستال این پنجره رو میزنم، مسیر نصب رو اینجا مشخص میکنم که پیش‌فرض minji W هست. کانتینیو میزنم و حالا اینجا چون من قبلا نصب کردم در واقع اعلام میکنه که قبلا نصب شده. اما اگر قبلا نصب نکرده بودم با زدن کانتینیو فرآیند نصب ادامه پیدا میکرد و در نهایت من یک منیجر رو نصب کرده بودم. بعد وارد منیجر که میشیم من اینجا رو پس خروج میزنم و بعد وارد منیجری که نصب کردم میشم و اینجا اون چیزهایی که نیاز به نصبشون دارم راست کلیک میکنم روشون و مارک فور اینستالیشن میزنم که برای هدفی که ما داریم و کامپایلر سی و سی پلاس پلاس رو میخوایم این مورد اول دیولوپر آتو کانف، این مورد دوم، این مورد که حالا البته خودش با زدن مورد اول و دوم در واقع نصب میشه. من روی حالت بیسیک قرار میدم که اینا رو که بیسیک هستن مشخص بکنیم. تمام اون حالا پکیج های مورد نیاز دیگر رو هم برای من نصب میکنه. من هر کدوم که نیاز داشتم، پس مثلا اینی که الان مارک نشده راست کلیک میکنم مارک فور اینستالیشن میزنم. پس مورد اول دیولوپر و مورد بیس، مورد جی سی سی جی پلاس پلاس و آبجکت سی رو این مورد رو اینا رو مارک میکنم و بعد میرم توی اینستالیشن و اپلای چینج رو میزنم. وقتی اپلای چینج رو میزنم شروع به نصب میکنه و یک پروسه چند دقیقه‌ای طول میکشه و دانلود هایی که نیاز داره رو انجام میده و نصب رو کامل میکنه و نصب تموم میشه. بعد از اینکه نصب تموم شد باید مسیر این کامپایلر رو به سیستم عاملم در واقع بشناسونم و سیستم عامل بتونه اون رو همه جا شناسایی کنه. خب ما توی درایو سی پوشه minji W بودیم، همون اولین پنجره که گفتم مسیر مشخص شد. واردش میشیم بین رو و اگر تغییر ندید همین مسیر نصب میشه. وارد فولدر بین میشم، این مسیر رو اینجا کپی میکنم. پس مسیر مورد نظر رو کپی میکنم و بعد میرم توی در واقع دیس پی سی قسمت پراپرتیزش راست کلیک مور، قسمت پراپرتیز، بخش Advanced System Setting Environment Variable و اینجا روی پس دابل کلیک میکنم، یک نیو میزنم و این مسیری که الان کپی کرده بودم رو اینجا پیست میکنم که حالا من کنسلش میکنم. بعد این سه تا پنجره رو اوکی میکنم
و دیگه الان سیستم عاملم باید در واقع کامپایلر سی و سی پلاس پلاس رو بشناسه. برای اینکه مطمئن شم کامند پرامپت رو اجرا میکنم و تایپ میکنم G++ فاصله دش دش ورژن و میبینم که نسخه G++ رو اعلام میکنه 630 که یعنی این سیستم شناسایی کرده الان سیستم عامل در واقع کامپایلر سی و سی پلاس پلاس رو. حالا چجوری توی محیط VS کد ازش استفاده میکنم؟ وارد ویژوال استودیو کد میشم، اکستنشن های مورد نیاز رو نصب میکنم. اکستنشنی که برای زبان C و C++ من پیشنهاد میدم یکی اکستنشن C++ هست که اینجا سرچ کنید همین اکستنشن میاد. این قبلا من اینستال کردم، ولی اگر اینستال نباشه یه دکمه اینستال داره، شما اینستالش رو میزنید. مثلا اینا رو هم بهم ریکامند کرده، گفته خوبه اینا رو نصب بکنید، ولی من قبلا این رو نصب کردم. یه اکستنشن دیگه هم هست کد رانر، اینو هم اینجا سرچ میکنیم، کلید اینستالش رو میزنیم که نصب بشه. خب حالا یه فولدر روی یک مسیری ایجاد میکنم، مثلا توی درایو، حالا مثلا روی دسکتاپ من یه فولدر ایجاد میکنم توی دسکتاپ، فولدر مثلا اینجا مای کد. فولدر مورد نظرم رو توی محیط درگ میکنم که در واقع فولدرم توی محیط ایجاد در واقع باز بشه. الان این فولدرم توی محیط باز شد. حالا فایل مورد نظرم رو توی این فولدر میسازم، مثلا sample 2.cpp. خب حالا اینجا میتونم کدم رو بنویسم. باز ببینید اکستنشنی که ریکامند کرده بود اینجا هم پیغامش میاد. من این اینستال میزنم که اینم نصب بشه، چون داره میگه اینم به کار ما میاد. خب من توی این سمپل 2.cpp حتما هم اکستنشن فایلتون یا پسوند فایلتون cpp باشه. وارد میشم و میخوام برنامه هلو ورلد که خیلی برنامه ساده بود رو توی کلاس هم توی درس مبانی در موردش صحبت کردیم بنویسم. این کلود رو قرار میدم، آی او استریم رو می نویسم. بعد ما توی حالا کامپایلرهای مختلف یا آی او استریم دات اچ می نویسیم یا آی او استریم رو می نویسیم، به جاش از این یوزینگ استفاده می کنیم، یوزینگ name space std. اینم در واقع همون مثل اینه که اونجا دات اچ بذاریم، ولی اینجا تو این کامپایلری که من نصب کردم اینجوری حالا هدر فایل آی او استریم رو میشناسه. بعد دیدیم که ما برنامه اصلیمون اینت میل بلوک اصلی برنامهمون داره، قرار میدم آخرش هم حتما باید یه دستور آخر بلوکم ریترن 0 وجود داشته باشه و من اینجا باید حالا کد مورد نظرم رو که فقط میخوام برنامه هلو ورلد رو اجرا بکنم اینجا بنویسم هلو. خب حالا برای اینکه برنامه رو اجرا کنم، چون من اکستنشن کد رانر رو نصب کردم، کافیه که راست کلیک ران کد رو بزنم و برای من اجرا میکنه و خروجی رو دقت بفرمایید، خروجی تایپ در واقع برای من نمایش داده شد هلو ورلد. حالا همون برنامه‌ای که عرض کردم با ستاره کاراکتر اول اسمتون رو نشون بدید، خب اون رو هم میتونیم الان به راحتی اینجا بنویسیم. خب من به این شکل می نویسم، میگم که خب قراره یه تعداد ستاره باشه، مثلا این تعداد. من از این یک کپی میگیرم. البته اگر من معمولا یادم میره این چیزی که کلید میانبری که کپی پیست رو همزمان انجام میده، من اون کلید رو برای اینکه یادم بیاد بکنم آلت شیفت و کلید بالا بود. بله، آلت شیفت و کلید بالا کپی انجام میده. چند تا کپی انجام میدم. بعدی رو
من کاراکتر اول اسمم با F شروع میشه، بنابراین میخوام کاراکتر F رو با ستاره چاپ بکنم. به این ترتیب و این دوتا رو هم از اینجا کپی میگیرم، عیناً این دوتا رو این پایین هم نیاز دارم. و حالا خروجی رو میخوام ببینم. راست کلیک و ران کد یا کنترل آلت N هم کلید میان برش جلوش نوشته شده. کنترل آلت N بزنم کد رو اجرا کنم. خب میبینید یه عالم ستاره پشت سر هم چاپ کرده. به خاطر چی عرض کردم که باید پایان خطوطمون یا بک‌اسلش N یا اند ال داشته باشیم که این اتفاق نیفته. خب من این رو پایان همه خطوط قرار میدم که این مشکل برطرف بشه. به این ترتیب پایان همه خطوط این اند لاین رو میذارم. خط آخر رو بذاریم یا نه میدونید هیچ فرقی نداره. کنترل آلت ان رو من مجدد میزنم و حالا یه مقدار این قسمت خروجیمون رو گسترده تر میکنم که کاراکتر F رو ببینید به این ترتیب ما چاپ کردیم. البته خب میشه خیلی بیشتر روش کار کرد که یه F بهتری بده. مثلا این خط باید 2 بار زده بشه، خیلی بهتر خواهد بود. خب من مجدد این رو ران کنم. کنترل آلت N. فکر کنم یه چیز اضافه ای زدم چون داره خطا میده. یه جایی یه چیز اضافه. یکم زوم رو آوردم پایین که بهتر دیده بشه. خب حالا باز کنترل آلت N رو من میزنم. حالا دیگه درست شد. باز حالا شکل بهتری پیدا کرد، ولی خب هدفمون این بود که یک شکلی رو با ستاره که حالا من کاراکتر F رو نشون دادم در خروجی نشون بدیم. به این ترتیب در واقع میتونیم برنامه‌های مختلف رو تو این محیط کد بنویسیم و خروجیشون رو ببینیم. برای همگی آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.